چیه؟ خورچه برای چی میشه؟ ملت مریضن آقا چی خورچه میذاره؟ یکی از کثیف‌ترین روش‌های سرقت میان پارچه رو ماده شیمیایی و بیهوشی میریزن. زمانی که شما یه بو می‌کنی از توش میان ماشینتون میبرن. اگه می‌خوای اتفاق نیفته زمانی که این پارچه رو دیدی با سیخ پیشوشی چیزی اینو بندازش و به هیچ وجه دستش ازم بوش هم نکن.